صدر اعظم آلمان اولاف شولز روز 25 ینور سال 2023 در روز زادروز پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی ضمن برآمد خود در بوندستاگ اعلان نمود که کشورش 14 تانک لیوپارد خود را به اوکراین میفرستد و همزمان به دیگر کشورها نیز اجازه دادن تانک‌های ساخت آلمانی را میدهد. او افزود که این تصمیم گرفته ما برای پشتیبانی از اوکراین و تا حد موافق امکانات ماست. تا این دم آلمان از ارسال تانک‌های خود به اوکراین خودداری می‌نمود و حتی به دیگر کشورها هم اجازه نداده بود که تانک‌های ساخت آلمانی را به اوکراین می‌دهند. این خودداری و ممنوعیت آلمان خیلی ها را هم در اوکراین و هم در کشورهای غرب به غضب آورده بود. حتی کار تا به جای رسید که پولش و فنلاندیا به طور نیم رسمی اعلان نمودند که اگر آلمان اجازه ندهد آنها تانک‌های ساخت آلمان مخصوصا تانک‌های معروف لیوپارد را با اوکراین خواهند فرستاد. ABC نیوز با تکیه به منابع خود می نویسد که در عموم 12 کشور اروپایی تایید کردند که در صورت از جانب آلمان جواب مثبت گرفتند آماده‌اند که تانک‌های لیوپارد خود را به اوکراین بفرستند. در همین حال بلومبرگ از سخنرانی اولاف شولز اقتباس آورده می نویسد که آلمان و متحدانش در مدت 3 ماه دست کم 112 لیوپارد به اوکراین خواهند فرستاد که با این مقدار تانک 2 بتالون را تشکیل میدهند. همزمان شولز وعده داد که در برابر فرستادن تانک‌های خود طرز استفاده آن را به نظامی‌های اوکراین آموزش خواهند داد و اینچنین در آینده آنها را تعمیر و با تیر و موشک تامین خواهند نمود. همزمان رئیس جمهور آمریکا جو بایدن نیز روز 25 ینور سال 2023 خبر داد که در آینده نزدیک آمریکا به اوکراین 31 تانک ابرامس را ارسال میکند. بایدن به صدر اعظم آلمان برای تحویل تانک‌های لیوپارد عرض سپاس نموده و افزود که روسیه گمان کرد که با این جنگ ما را از هم میپاشد ولی ما از پیشتر دیده یکتنیم. اینچنین شرکت ترکی بایکر که به استحصال هواپیماهای مشهور بدون سرنشین بایرقتر مشغول است باز 2 عدد طیاره‌های بی سرنشین ضربه‌زن نوی بایرقتر TB2 خود را به اوکراین توفه نمود. بار اول این شرکت ترکی ماه مای سال 2022 2 عدد هواپیماهای بی سرنشین ضربه‌زن خود را به طور رایگان به اوکراین فرستاده بود. روسیه 24 فوریه سال 2022 با بهانه حمایت از اهالی روزبان دنباس به خاک اوکراین حمله آورده در ماه‌های اول قسمت‌های بزرگی از قلمرو این کشور را اشغال کرد ولی به تدریج تناسب نیروها در جبهه جنگ تغییر یافت و ارتش اوکراین توانست علاقه تا پایان سال 2022 تقریباً 40% قلمروهای از سوی روسیه اشغال شده را آزاد کند. باور می رود که با دست آوردن تانک‌های زمانوی ساخت آلمان و آمریکا به ارتش اوکراین امکان می دهد که برتریش را در جبهه‌های جنگ بازم قوی‌تر گرداند.